من برای مقدمه چند کلمه‌ای درباره اونچه در جامعه ما به مهندسی انتخابات معروف شده نکاتی رو به استحضار شما میرسونم. اولین گام در جهت محدود کردن حق انتخاب ملت با تفسیر شورای نگهبان از نظارت برداشته شد. یعنی در سال 70 تفسیری ارائه شد که طبق اون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی خونده شد که معناش این بود که شورای نگهبان میتونه در انتخابات به طور مطلق دخالت بکنه و به جایی هم پاسخگو نباشه. و به همین جهت هم بلافاصله بعد از این تفسیر قلع و قمع وسیع نامزدها برای اولین بار بعد از انقلاب صورت گرفت در مجلس چهارم. گام دوم بین دو مرحله انتخابات در مجلس پنجم برداشته شد و اون ورود رسمی فرماندهی سپاه بود به انتخابات که آقای رضایی دستور اون رو صادر کرد. علتش این بود که تو مرحله اول احساس کردن که لیست اصولگراها شکست سنگینی خورده و اگر سپاه وارد نشه ممکنه تو مرحله دوم هم این ادامه پیدا کنه و برای جلوگیری از این شکست یا گرفتن ضرباتش سپاه وارد شد و این بدعت خطرناکی بود که آغاز شد تا 2 سال پیش که رهبری صریحاً اعلام کرد که دیگه ضرورتی به حضور سپاه تو فعالیت سیاسی نیست. مرحله سوم بعد از خرداد 76 بود و با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه اتفاق افتاد. علتش هم این بود که وزارت اطلاعات رو دیگه خودی تلقی نمی کردن، یعنی احساس می کردن که هر کاری بخوان انجام بدن وزارت اطلاعات زیر بار نمیره و در دولت اصلاحات بنابراین شده بود که در چارچوب وظایف خودش فعالیت بکنه و بنابراین از فعالیت‌های غیرقانونی خودداری میکرد. با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه اتفاقی که در مورد انتخابات افتاد و اتفاق بدی بود این بود که رد صلاحیت‌ها هم گسترش یافت و هم سازمان یافته شد، به گونه‌ای که با اهداف مشخصی این بار دیگه رد صلاحیت‌ها صورت می‌گرفت. ما حتی گاهی می‌دیدیم که در یه حوزه 2 تا اصلاح طلب رو که از دید اونها مواضع خیلی مثلا روشن و شفافی داشتن تایید می‌کردن، در یه حوزه هیچ نفری رو تایید نمی‌کردن. در اون حوزه‌ای که فکر می‌کردن این 2 تا با هم رقیبن و کنار نمیرن اینا رو تایید می‌کردن که نفر سوم از اصولگراها در واقع بتونه رأی بیاره. مرحله چهارم که خطرناکتر از قبل بود این بود که یواش یواش دیگه مسئله اصولگراها هم شد مسئله فردی و فرعی و بنابراین گذاشتن که از خودشون نامزدهای معرفی بکنن و انتخابات رو بر اساس نامزدهای خودشون در واقع صحنه‌آرایی بکنن، به گونه‌ای که بارزترین نمونهش توی اعترافات سردار مشفق هست که بعد از سال 88 اعلام کرد که ما مثلا در این حوزه ها اومدیم 150 حوزه رو تضمین شده در انتخابات مجلس از رقیب خالی کردیم، به گونه‌ای که اگه رقیب ما تو تمام حوزه‌های دیگه هم رأی بیاره 140 تا اقلیت میشه تو مجلس، اگه که تقریبا ناممکنه، بالاخره چند نفری شکست میخورن و از اونها وارد میشن، ولی با افتخار میگه که ما همچین در واقع سازماندهی کردیم. بعد از اون هم در انتخابات همین مجلس هفتم اسفند وقتی که از جمله یک دفعه که آقای رضا خاتمی رو دکتر خاتمی رو احضار کرده بودن گفته بودن که ما تو این انتخابات 180 نفر رو چیدیم، 180 نفر یا 182 نفر، یعنی کار تموم انتخابات، شما چی دارید مثلا دل با چی خوش کردید و چیکار دارید میکنید؟ و البته اونا بدون توجه به این کارشونو کردن و از همه مهمتر مردم در واقع با اون حرکت تاریخیشون مسیر کشور ما رو عوض کردن. دخالت این نوع مهندسی باعث شد که صدای حتی اصولگراها هم در بیاد و به خصوص تشکل‌های
سنتی و قدیمی اونها به طور جدی اعتراض بکنن و نمونهش هم که خیلی مشخص مردم میتونن پیگیری بکنن، نطق‌های اعتراضی نمایندگان اصولگرای مجلس قبله که بعد از انتخابات 7 اسفند تو فاصله 3 ماهی که مجلس تموم میشه اومدن نطق کردن و اعتراض کردن که ما سابقمون اینه. خیلیشون اهل جبهه بودن، بعضیاشون جانباز بودن، نوعشون خانواده شهید بودن و شما ماها رو رد کردید به خاطر اینکه نامزد خاصی رو بخواستید توی اون حوزه رأی بیارید. اینا کسانی بودن که به رغم اینکه اصولگرا بودن اما استقلال فردی داشتن و حاضر نبودن که هرچی بهشون میگن گوش بدن و در نتیجه تنها راه دیده بودن که صلاحیت اینا رو رد بکنن و به این ترتیب راهی رو باقی در واقع نگذارن. این مرحله در واقع با یک پدیده دیگه ما مواجه شدیم طی این سالها و اون این بود که این بخش از سپاه و فرمانده ها به سمت تشکیل یک امپراتوری رسانه‌ای پیش رفتن، واژه‌ای که خودشون هم گاهی به کار بردن. در برابر به تعبیر خودشون رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب گفتن ما یه امپراتوری رسانه‌ای می‌خوایم که بتونیم با اونها مقابله بکنیم و رقابت بکنیم و متاسفانه با امکانات و بودجه دفاعی کشور خبرگزاری فارس و تسنیم و نسیم و روزنامه جوان و غیره رو راه انداختن که هنوز هم فعالیت میکنه. این رسانه ها کاملا جهتدار حرکت میکنن، رسالت اصلیشون زدن اصلاحات هستش و اصلاح طلبان و هر نوع دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی هستش. من یک نمونه که پریشب بهش اشاره کردم، روزنامه ایران 31 فروردین یعنی چند روز پیش اعلام کرد که خبرگزاری فارس ظرف 48 ساعت 68 خبر منفی علیه دولت منتشر کرد. و همین امروز دیدم تو روزنامه نوشته بودن که رصد کرده بودن که کدوم یکی از خبرگزاری‌ها یا رسانه‌ها تخلف کردن، در رأسش خبرگزاری رسانه‌های وابسته به سپاه که تخلف کردن و بی‌طرفی رو نقض کردن. یعنی هم دفاع میکنن از یک جناح و هم عرض به حضور شما که حمله میکنن به رقبای خودشون. در کنار همه این اتفاقات که عرض کردم یه پدیده دیگه هم شکل گرفته و اون اینه که کارتل ها و تراست های بزرگی رو سپاه تشکیل داده که فعالیت اقتصادی میکنن، البته فعالیت های عمرانی میکنن، خیلی جاش هم به نفع کشوره، ولی وجود این تراست ها و کارتل ها و پشتوانه‌ای که در واقع دارن و هدفی که برای خودشون تعریف کردن که هدفیه که میگن ما در تمام زمینه‌ها مسئول هستیم و به طور ضمنی یعنی در انتخابات هم مسئولیت داریم، معناش اینه که همه امکانات مالی رو هم در خدمت این انتخابات در هر دوره‌ای به نفع نامزدهای خودشون بسیج میکنن و همین دوره هم الان فعالن تو شهرها و به خصوص روستاها با دادن وام و وعده ها و امکاناتی سعی میکنن آرا رو به نفع یه نامزدی در واقع جلب بکنن. خب مجموعه اینها باعث شده که ما عرض به حضور شما که مواجه بشیم با یه مجموعه‌ای که هیچ هویت حزبی علنی قانونی نداره، اما دقیقاً مثل یک حزب عمل میکنه. یعنی برنامه داره، تیم داره، شعار داره، آینده نگری داره و به همین جهت هم هستش که وقتی که آقای رئیسی میگه من نامزد شدم، ظرف مدت کوتاهی میگه من برنامه‌ای دارم که هزاران ساعت روش کار شده. خب کی تو این آخه نمیشه که یک مرتبه ظرف چند روزی برنامه هزاران ساعت مثلا روش کار شده باشه، یا تشکیلاتشون یا عرض به حضور شعارهاشون و برنامه‌هاشون. یکی از چیزایی که مواردی که اینها لو دادن و از این جهت ثبت تاریخی شد، غیر از مسئله اعترافات سردار مشفق، سخنانی بود که سردار ذوالقدر در سال 84 بعد از انتخابات مطرح کرد و اون این بود که ما در یک برنامه چند لایه به گونه‌ای حرکت کردیم تا به پیروزی آقای احمدی نژاد برسه و شکست اصلاح طلبان. و آقای احمدی نژاد هم البته تا وقتی که خاصیتش عمدتاً ضدیت با اصلاح طلبها و آقای هاشمی و غیره بود، خب طبعا مورد حمایت اونها بود. به محض اینکه کوس انالحق زد و انا رجل گفت،
خب طبعا طرد شد و بعدم حذف شد، در حد اینکه دیگه صلاحیت هم برای نامزدی نداشت، یعنی گفتن نداری، یعنی از معجزه 1003 تبدیل شد به یه فردی که حتی حق نداره که نامزد بشه. در همین دور انتخابات هم که باز دقت کنی، باز سردار ذوالقدر اومده، یه سردار الان البته بازنشسته شده، اون وقت مسئولیت نظامی داشت. ایشون رفته تو قوه قضاییه که خود این سال آخه یک بازنشسته سپاه چطور معاون قوه قضاییه میشه. بعد از معاونت قوه قضاییه همزمان الان رئیس جمناست که خود جمنا یه تشکلیه که همین جریان را انداخته، چون تشکل سنتی اصولگرا جز این نیستن و اعتراض دارن، ناراضیان، نامزد خودشون اعلام کردن دارن و اومدن که ساله که آخه سپاه قوه قضاییه انتخابات. اینم بعد از اینکه 2 سال پیش رهبر گفت که دیگه نباید اینها در واقع در این حوزه دخالت بکنن. مشکل اینها اینه که به خاطر امکانات، البته نقطه قوتشون اول بگم تا به اشکالشون برسم، اینا خب یه سازمان وسیع سراسری دارن، در تمام شهرها و روستاهای ایران هستن، حضور دارن، فعالن، امکانات دارن، بودجه دارن، به احدی پاسخگو نیستن، کار خودشون رو در واقع انجام میدن و از اون طرف هم این قدرت و توان رو دارن که هر جا احساس بکنن رقیب نقطه قوتی داره بزننش. مثلا تو این دوره احساس کردن که الان ممکنه اصلاح طلبان تو فضای مجازی دست بالا رو داشته باشن، تمام ادمین های کانال های بالای 100,000 اصلاح طلب رو قبل از عید گرفتن تا بعد از انتخابات هم آزادشون نمی‌کنن، برای اینکه لطمه بزنن و اجازه ندن که ما از این فضا بتونیم در واقع استفاده بکنیم. من شنیدم دیشب حتی یکی از فعالینی که تو توییتر فعال است و توییت های خیلی زیبایی میده و مؤثری میده، احضار کردن و ابلاغ کردن که تا بعد از انتخابات حق نداری توییت بکنی. حتی گفته من توییت سلبی نمی‌کنم، ایجابی در دفاع از آقای روحانی می‌کنم. گفتن اونم حق نداری. گفته ای بکنم چی؟ گفتن خب میگیریم دیگه، یعنی روشنه دیگه، یعنی حکم قضایی آماده هستش که بگیره. یعنی همه امکانات یه طرف جمع شده و با این امکانات در حقیقت رقیب رو تحت فشار قرار میدن. هر جا احساس بکنن که رقیب نقطه قوتی داره در واقع میزنن. و پدیده عجیبی هم که هست اینه که باز میان میگن که ما با مافیای قدرت طرفیم و خودمون بی پشتوانه هستیم و نامزداشون میگن که ما در واقع کسی نداریم و پشتمون نیستش و مثلا دولت یا اصلاح طلبان با یه پشتوانه عظیم و سازماندهی گسترده اومدن توی صحنه. این اون پدیده که ما اسمش گذاشتیم مهندسی انتخابات. سپاه حق نداره توی انتخابات دخالت بکنه. این به ضرر سپاهه، به ضرر کشوره، به ضرر مردمه و بنای انقلاب هم این نبود. توی جنگ رهبر فقید انقلاب اجازه نداد و از چیزهایی که تو وصیت‌نامه‌اش تأکید کرد و از مواردی که تا اونجا که یادم هست استثناءً از رهبر و شورای رهبری خواست اینه که جلوی دخالت نیروهای مسلح رو در سیاست و انتخابات بگیرن، چون بدون تردید وقتی که نیروهای مسلح در انتخابات فعال میشن بدون تردید مردم بعد از یه مدتی از صحنه دور میشن و حذف میشن و بعد ما به مسیر دیگه کشیده میشیم. اون نکاتی هم که گفتم به صورت مشکل داره به عنوان نکات پایانی باید بگم و اون اینه که اینا اجمالاً تو گرفتن قدرت مهارت پیدا کردن، اطلاعات دارن، شناسایی کردن دقیق. یعنی عجیب بود، من توی اسفند ماه که انتخابات بود 4 ماه 5 ماه قبلش، شاید هم یه خود بیشتر، توی همون بند انفرادی خودم یه خبری خوندم روزنامه جوان نوشته بود که اصلاح طلبان، یا خودش نوشته یا به نقل از خبرگزاری فارس نوشته بود، یکی این دو تا، اصلاح طلبان تا الان در سراسر کشور چند هزار و چند صد و نمیدونم چند نفر به صورت دقیق مثلا 4252 نفر تا حالا آمادگی دارن برای اینکه در انتخابات چیز کنم. گفتم خدایا هیچ دلیل نباشه که جز این که آقا این که خبرنگاری روزنامه نمیتونه در بیاره که اصلاح طلبات دقیقاً الان چند ماه قبل از انتخابات اینا نامزد دارن میخوان، جز یه سازمان سراسری گسترده وسیع که بدونه که در تک تک حوزه، در تمام این حوزه‌ای که 290 تا نماینده انتخاب میشه چه کسانی قرار است بین اصلاح طلبها حاضر بشن و نامزد بشن. منتها مشکلشون اینه که اینا میگیرن قدرت رو ولی کشورداری بلد نیستن. قدرت رو وقتی میگیرن معمولا تو همه با تک صدایی میشه
معمولا با گسترش فساد میشه، چون کسی نمیتونه بهشون بگه بالا چشتون ابروه و هرچی هم فساد میشه تو خودشون سعی میکنن نگه دارن تا وقتی به دلیلی یه مرتبه فضای جامعه باز بشه. وقتی باز میشه معلوم میشه که چه خبرایی بوده. فرق میکنه با دوره مثلا اصلاح طلب یا دوره آقای روحانی که هر فسادی اتفاق بیفته بلافاصله افشا میشه و باهاش در واقع برخورد میشه. بنابراین و البته هر وقت هم که قدرت گرفتن بعد یه مدتی به جون هم دیگه افتادن و تقسیم بر دو شدن و اختلاف پیدا کردن و البته ما از این اختلاف هم تونستیم نفس بکشیم برای اینکه دیدن که اتحادشون منوط به اینه که اصلاح طلبها بیان توی صحنه دوباره بتونن خودشون رو جمع جور بکنن. مردم باید بدونن در این انتخابات هم مثل انتخابات چند سال گذشته ما باز این تقابل رو داریم که یه طرف در واقع با تمام امکانات به خصوص لشکری و تا حدودی کشوری اومده توی صحنه و میخواد به هر قیمتی این انتخابات رو ببره و با نفوذی هم که تو عرصه اقتصادی پیدا کرده که ما الان اقتصادمون 3 بخش 35% دست دولت، 30% در اختیار نهادهایی که در اختیار رهبریه، 35% هم بوده بخش خصوصیه و همه اینا رو در واقع 70% رو جمع بکنه و البته 65% 35% بخش خصوصی هم یا در تنگنا قرار میده یا به هر حال مهارش میکنه تا در جامعه چه در عرصه های مختلف یه نوع انسدادی پیش بیاد و دوباره مشکلاتی ما پیدا کنیم که متاسفانه معمولا با تنش‌های خارجی هم همراه میشه.